یا الله، او کسانی که ای تو دورند اگر که می‌دانستند که چقدر بازگشتنشون انتظاری و چقدر با آنها مهربانی و چقدر تو میخواهی که گناه یک طرف گذارند، دلهایشون ای سبب عشق به سوی تو به کفیدن می اومد. اگر که عشق الله چنین باشه به کسایی که ای رو گرداندند، پس چه خیل باشه مناسبتی الله با او کسایی که به سوی الله دویده کنان می آیند. ابن مبارک میگوید بگاه روز عرفه بود که به نزد سفیان ثوری آمدم و من دیدم که بازانون ششته است گریه میکرد و من از او پرسیدم که از بین همین قدر مردمی که در این مجلس جمع شدهاند کدامش در بدترین حالت قرار دارد؟ او گفت او کسانی که فکر میکنند که الله گناهاشان نمیبخشه، مگر الله نگفت رحمت من همه را در بر میگیره؟ یا الله که رحمتی تو را به پرگی حساب کرده میتونه و عبادتی تو را به پرگی انجام میده، اگر یاری نکنی و رحمت نصیب ما نگردانی. یا الله ما ای تو بخشش میپرسیم دانسته که تو بخشاینده و مهربانی. امام ترمذی از انس گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند الله متعال گفت ای فرزند آدم چه گناهی که نکردی من تو را میبخشم تا زمانی که ای رحمت من امید داری. ای فرزند آدم اگر که حجم گناهی تو ای زمین تو با آسمان باشه و بعد تو ای من بخشش پرسی من تو را میبخشم. ای فرزند آدم اگر که تو به سوی من چنان بیایی که حجم گناه تمام زمین در بر گیره ولی اگر به من شرک نآورده باشی من حتما تو را میبخشم که همه ای گناه ها را نصف میکنه. گناه انسانیت چی حجمی که نداشته باشه در نزد رحمت الله ناچیزه. ربیع ابن انس میگفت نشانه محبت به الله بسیار تسبیح گفتنه و آرزوی با او روبرو شدنه. اگر انسان کسی را دوست بداره بسیار او را یاد میکنه و اگر که او را دید بسیار خرسند میشوه. ای برادر ما، برای در راه الله بودن استوار، با جرأت و پرصبر بودن در کاره. هر کسی که این سه صفت ای خود کرد در روز قیامت در منبرهای بلند میشینه. در هر دوی حدیث صحیح گفته می شود که ابو هریره رضی الله عنه گفت که پیامبر الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند یک بنده الله گناه کرد و گفت ای پروردگار من گناه کردم مرا ببخش. الله متعال گفت بنده من میدونه که پروردگار داره که گناه را میبخشه و اگر که نبخشید بندش جزا میتیه و من بنده ما بخشیدم. یحیی ابن معاذ همه وقت میگفت ای پروردگار ما اگر که تمام عملهای ما در نزد رحمت تو ناچیز باشند لیکن من امید دارم ای رحمت تو، اگر که من با اعمال خودم سزاوار او رحمت تو نباشم که با او امید دارم پس تو میتونی ای پروردگار ما به گناهگاران رحم کنی یا رحمت نصیب گردانی. ای پروردگار من اگر که من از عدالت تو به خبر میماندم پس من از عذاب تو نمیترسیدم و اگر که من از رحمت تو به خبر میماندم از مکافات تو ناامید میشدم. و هم او میگفت سبب درد بدن سبب گورش در بیماری ای و سبب بیماری دل سببش در گناه ای. چه خیلی که بدن مزه خوراک فهمیده نمیتونه ای سبب درد، همین خیل دل شیرینی عبادت دیده نمیتونه ای سبب گناه بسیاره. ای پروردگاری ما اگر تنها او کسایی را ببخشی که فقط را عبادت میکنند پس گناهگاران چه خیل نجات یابند و اگر تنها با پرهیزگاران رحم کنی پس خطاکاران ایکی طلب مغفرت کنند. ای پروردگاری ما شخصی کمبغل بجز به ثروتمند به کجا مراجعت کرده میتونه و شخصی ناتوان و به قوت به غیر توانگر باز به کی مراجعت کرده میتونه؟ آخر تو ثروتمندترین ثروتمندهایی، با قوتترین با قوتهایی و مهربانترین مهربانهایی. امام ابن راجع می گفت آیدی الله فقط فکرهای نیک کنند. یکی ای سببهای اویه که الله بندش رحمت مغفرت میکنه اویه که بنده تنها به الله تکیه کنه و بنده بدونه و قبول کنه که تنها الله بندش مغفرت میکنه و اگر که مغفرت که نکرد بندش عذاب میکنه. روز امام جنید گفت هر کسی که بسیار فکر الله میکنه بسیار غمگین میشوه. این سخنها را شاگردش از شبل شنید و گفت نه ای ابو قاسم، برعکس هر کسی که با یاد الله گرفتار میشوه با پرگی ای غم و غصه دور میشوه. گفته میشود که انباسی الخواصه یک غلام داشت که بسیار عبادت میکرد و گریه میکرد. روز انباسی سبب گریه بسیار از او پرسید و او گفت دل کسانی که الله دوست می‌دارند از فکر ایستادن در پیش الله پاره پاره می‌شوند. بعد او گریه کرد و بازور می گفت
یا الله مگر تو کسایی را که دوست می‌داری جزا می‌دی؟ آخر تو زنده و مهربانی. با نام الله قسم او چنان این سخن‌ها را تکرار می‌کرد که من هم در برابرش گریه کردم. امام مسلم در حدیث آورده است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله و سلام گفتند با درستی که یکی از بنده های الله گناه کرد و گفت ای پروردگاری من گناه کردم مرا ببخش. و الله متعال گفت بنده من میدونه که پروردگار داره که گناه ها را مغفرت میکنه و اگر که مغفرت که نکرد بنده شا عذاب میکنه و من بنده من بخشیدم. چند مدت به خواستی الله او زندگی کرد و گناه نکرد و روزی که گناه کرد گفت ای پروردگاری من گناه کردم مرا ببخش. و الله متعال گفت بنده من میدونه که پروردگار داره که گناه ها را مغفرت میکنه و اگر که مغفرت که نکرد بنده شا عذاب میکنه و من بنده من بخشیدم. باز چند مدت به خواستی الله او زندگی کرد و گناه نکرد و زمانی که گناه کرد او گفت ای پروردگاری من باز گناه کردم مرا ببخش. الله متعال گفت بنده من میدونه که پروردگار داره که گناه ها را مغفرت میکنه و اگر که مغفرت که نکرد بنده شا عذاب میکنه و 3 بار تکرار کرد من بنده من بخشیدم من بنده من بخشیدم من بنده من بخشیدم. و بعد علاوه کرد بگذار که چیزی که میخواهد بنده من کند. عبدالرزاق میگوید که انس ابن مالک گفت من شنیدم وقتی که آیتی و آن کسانی که چون کار زشت کنند یا به خود ستم میکنند خدا را یاد میکنند و برای گناه های خویش آمرزش میخواهند وقتی که این آیت نازل شد ابلیس گریه کرد. امام الخرمی گفت بزرگترین امید کسانی است که دلهای پاک دارند و این امید دیدار با آفریدگار است که میل و خواهش زیاد به وجود میارند و این ایمان پاکترین ایمان و اصل آن است که چشم دوستداران الله انتظار این است مگر عاشق آرامی مییابد اگر دوست داشته اش را نبیند. پس الله به دوستی خودت بگیر و همه مردم در یک طرف گذار. ای برادران من که گناه میکنین و میگین که بعد توبه میکنم فکر کنین که چی چیزای دست دادین به خاطر یک لحظه لذت این دنیا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجانا خارج الله كل شيء اسال الله اسال الله. شيخ احمد قبل شوي هذا الشاب وش يقول؟ يقول والله اني ما وجدت السعاده بالحبوب. اي والله العظيم فابشر بالخير. اسال الله يثبت امنا يا اخواني. اسال الله بمنه وكرمه وجوده. الله اكبر. اسمعوا يا شباب الله اكبر سبحانه. الله اكبر والله يرزق من يشاء سبحانه. الله اكبر. اخونا يقول والله ما لقيت السعاده الا الحين يوم اعلن توبته. الله اكبر يا اخوان. اسال الله ان يثبتك وانا اخوك. الحمد لله اني نقصت وانا اخوك. الحمد لله اني نقصت وانا اخوك. الحمد لله اني نقصت. الله سبحانه وتعالى هو اللي ابشر بالخير. هذه دعوه امك وانا اخوك والحبوب والله باذن الله من اليوم تتركها باذن الله تعالى. اسال الله ان يثبت. ادعوا له يا اخواني ادعوا ان الله يثبته. اسال ملك الملوك ان يثبتكم فوق سابع سب. ابشر بالخير وانا اخوك. ابشر بالخير. ابشر.